سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز. بخش دوم از تنظیمات کانفیگ هستش که توی ویدیو اول کامل توضیح دادم دونه به دونه ردیف ها رو از اینپوت ربات و حالا شرایط تغییر دادن تک تک این کانفیگ ها. حالا میخوایم اثر تغییرات این کانفیگ ها رو برای شما توی خود ربات به صورت عملی نشون بدیم توی بک تست که تغییر دادن هر کدوم از این آیتم ها چه تأثیری ممکنه توی نتیجه کار ربات داشته باشه. خب اولین کاری که میکنیم خب روی کانفیگ پیشفرض یک بک تست میگیریم، روی 20 هستش و ترو هست، کامپاندمون روی ترو هست و کامپاند بیسمون 500 هست، یعنی خب سرمایه اولیه ما هم اینجا $2000 هستش، یعنی در ازای هر $500 یک صدم لات معامله باز میشه. تعداد معاملات باز ما همزمان توی بای و همزمان توی سل، یعنی 10 تا برای بای و 10 تا برای سل هستش، روی عدد 10 هستش و بقیه کانفیگ هم که سر جای خودش هست و بیشتر ما به یک مقداری بحث مدیریت ریسک و سرمایه‌مون و بخشی هم کانفیگ ربات رو کار داریم که حالا توی بک تست ها میگیم. خب بک تست ها رو من سریع میگیرم چون باید پاوز کنم ویدیو رو. خب ببینید این روی اینپوت اولیه هستش با سرمایه در واقع $2000 که $7700 سود ایجاد کرده، 24% 25% درادان ایجاد کرده. درادان مهم و اصلی ما هست 860 تا معامله باز کرده و در کل برای 18 ماه هست، یعنی برای تقریبا 18 ماه میشه گفت، از ابتدای 2023 هست. توی گزارشاتی که میبینیم اینجا همه ماه ها سودده بوده به جز ماه جولای و البته مارچ هم سر به سر شده، ولی جولای یک مقدار زیانده بوده. البته زیانش تفاوت این دوتا ستون هستش که خب خیلی نیست. خب این حالت اولیه هستش که شما تقریبا اگر بگیم مثلا 7500 تقسیم بر 2000 تا 375% در مجموع سود داده که تقسیم بر حالا حدودا 18 ماه بشه، مثلا ماهی 20% سود رو لحاظ میکنه با پذیرش تقریبا یک درادان 25%. ببینید اینجا همون جایی هستش که این 20% ها اتفاق افتاده. ببینید اینجا یه 20% هست، اینجا یه دونه، اینجا یه دونه و اینجا هم یه دونه. خب ببینید گاهن چرا ما اینجا 25% درادان داریم در صورتی که روی اینپوت ما درادان ما روی 20% بوده. خب مسئله که وجود داره اینه که ببینید اینجا درادان، دو تا درادان تقریبا پشت سر هم، حالا یک میزان رشد اینجا اتفاق افتاده ولی این کافی نبوده برای اینکه جبران بکنه اون میزان ریزش قبلی رو، لذا مثلا به اندازه 15% رشد کرده ولی دوباره یه درادان خورده و مجموع از اینجا تا اینجا 25% رو پوشش داده. ببینید این قسمت، میبینید اینجا مثلا میزانی که ریزش کرده به تبع روی نمودار از این قسمت کوچکتر هستش، ولی این صحیح نیست. در واقع اینا یک اندازه از سرمایه، هر دو به اندازه 20% از سرمایه رو از شما گرفتن. اصل این 25% هم اینجا اتفاق افتاده. خب برمیگردیم به اینپوت. حالا میخوایم بیایم تعداد معاملات باز رو بذاریم روی عدد 1، یعنی در آن واحد فقط یک معامله باز داشته باشه و این رو ما استارت میزنیم. ببینید میزان سود از 7000 تا 7500 تا توی شرط قبلی رسید به $800 سود، ولی در عوض درادان 7% رو اینجا تجربه کرده و میزان معاملاتی هم که باز کرده و بسته 233 تا بوده، قبلی 800 خورده بوده. خب این دیگه بستگی به میزان ریسک پذیری شما داره. توصیه میکنم اگر برنامه دارید که در واقع
اوپن اوردرز رو روی عدد 1 بذارید، 2 تا نکته رو حتما رعایت کنید. یکی اینکه حتما اگزیت فست شما روشن باشه، ترو باشه. چرا؟ ببینید توی این مثال هایی که خدمتون این اتفاقات به صورت واقعی هستش افتاده. خب اگر اگزیت فست شما اینجا خاموش باشه و شما فقط یک معامله باز داشته باشید، این 2 تا 3 تا معامله رو دیگه نمیبینید. چرا؟ چون فقط در آن واحد یک معامله میتونه باز بشه و ممکن بود اینجا بعد از این بازار ریزشی بشه به سمت پایین و این در واقع استاپ شما اینجا زده میشه. حالا فرض کنید که اگزیت فست شما خاموش بود و این بازار ریزش میکرد به سمت پایین. خب اتفاقی که میافتاد این بود که اجازه معامله دیگه داده نمیشد و بازار همینجور ریزشی میشد و مشخص نبود که تا کجا قرار ریزشی باشه. در واقع وقتی اگزیت فست شما خاموش هستش و پوزیشن شما روی یک هستش تعداد حد اکثری، به این معنی این که حتما اون پوزیشن باید بره توی سود تا بسته بشه. خب و ما هیچ وقت در قبال بازار نمیتونیم از کلمه حتما استفاده کنیم، چون بازار داره کار خودشو میکنه، ممکنه بره ممکنه نره. پس ما برای هر دو حالت باید شرایط رو دیده باشیم. لذا اگر این اوپن اوردرز رو شما روی عدد 1 گذاشتید، حتما اگزیت فستتون به صورت ترو باشه و درادان رو هم مشخص کنید، حالا با توجه به مسائلی که تو ویدیو قبلی گفتم و میزان ریسک پذیری خودتون. و میتونید عدد کامپاند بیستون رو هم کاهش بدید با این شرایطی که خدمتتون عرض کردم. الان من اینو میارم روی عدد 100 میذارم کامپاند بیس رو، در واقع ریسک رو بیشتر بردیم بالا تا نتیجه رو ببینیم. اینجا ما $800 فقط سود کردیم در ازای 18 ماه فعالیت و با داشتن $2000 سرمایه اولیه با درآمد 7%. خب اینجا مجدد استارت میکنیم. خب ببینید فست اگزیت ما ترو بود و درآمدمون روی 5% روی 20% بود و معاملات باز همزمان روی عدد 1 گذاشته حد اکثر. کامپاند بیس رو عددش رو بردیم پایین، یعنی ریسکمون رو بردیم بالا و در ازای هر $100 یک صدم باز کردیم، ولی فقط یک صدم در آن واحد میتونه باز کنه. با 2000 تا چه 20 تا 20 تا یک صدم میشه 2 دهم، یعنی برای 2000 تا توی هر معامله 2 دهم لات ورود کرده به معامله. این میتونه عدد خوبی باشه به شرط اینکه اگزیت فست شما روشن باشه. اینجا ببینید $5000، یعنی با تغییر عدد کامپاند بیس از 500 به 100 درادونمون رو از 7 رسید به 32%، 33% و میزان سود خالص ما هم از 800 رسید به 5000 تا. تأثیر این تنظیمات به این شکل هست، اینقدر تأثیرگذار هستش. با سرمایه‌تون اصلا بازی نکنید و این ویدیو رو با دقت گوش بدید و در واقع شما باید ربات رو بفهمید. فرض کنید که این یعنی جوری باید شما ارتباط بگیرید با این ربات انگار که خودتون اینو طراحی کردید. به جزء این کانفیگ و تنظیمات اینپوت آشنا باشید، تأثیر هر کدوم رو ببینید. من نمیدونم بعضی از دوستان میرن ربات‌های خارجی میخرن یا ربات‌های رایگانی میخرن که اینپوت های عجیب و غریبی داره. بعد من خودم که میشینم اینا رو تحلیل میکنم شاید ساعتها باید وقت بذارم تا یک ربات رو بتونم تحلیل بکنم که چی تو سر اون طراح ربات و نویسنده ربات بوده و این اینپوت از کجا اومده. این خیلی مهم هستش. من که اینقدر اصرار میکنم روی این ویدیوها رو حتما ببینید با اینکه تایم ویدیو خیلی داره زیاد میشه، برای این هستش که ذهنیت شما به ذهنیت من نویسنده این ربات خیلی نزدیک بشه و تک به تک این اینپوت ها رو شما درک بکنید که چه چیزی هستش. خب نکته دیگه که وجود داره، ببینید اینجا این اتفاق افتاد. حالا بیایم با هم دیگه فست اگزیت رو خاموش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته با همون شرط قبلی. ببینید یک دونه معامله هست و این معامله توی سود نرفته. چرا؟ الان خب خیلی جالب شد. یه دونه اجازه دادیم یک معامله باز بشه و تو این یک معامله اجازه خروج اضطراری هم بهش ندادیم.
یعنی توی یک موقعیتی که اینجا ورود کرده در واقع دیگه بازار به سمتی که ما دوست داشتیم نرفته و توی همون محدوده برای خودش ادامه داده و معامله یک تک معامله همینجور به مدت شاید 1 سال همینجور باز مونده. این نتیجه اون چیزی هستش که تاکید میکنم اگر که شما تعداد اوپن اوردر رو روی عدد 1 گذاشتید حتما اگزیتتون رو ترو بذارید. حالا بیایم با هم دیگه با همین کانفیگ عدد اوپن اوردرز رو روی 10 بذاریم. ببینید من هیچ وقت توی عمل همچین کاری نمی کنم. چرا؟ چون اینجا کامپاین بیس هم روی عدد 100 هستش و ریسک هم به شدت بالا هستش. یعنی الان روی 100 که گذاشتم حد اکثر برای $2000 با این شرایط که عدد اوپن اوردرز ما روی 10 حد اکثری روی 10 هستش و کامپاین بیسمون روی 100 هست 2 لات برای $2000 معامله باز میکنه. بریم بک تست رو ببینیم چی میشه. ببینید اینجا داون کرد و ما اینجا مارجین کال شدیم. در واقع $2000 رو از ابتدای سال 2023 تا ابتدای برج 3 2023 سرمایه ما رو از 2000 تا کرد 20000 تا، ولی بعدش ریزشی شد و در واقع کل سرمایه از بین رفت. ببینید چقدر تاثیرگذار هستش. درسته این ریسک به شدت رفته بالا و میزان سودآوری هم به شدت افزایش پیدا کرد. یعنی توی 2 ماه میشه گفت که 10 برابر سودآوری داشته، ولی تو ماه سوم ابتدای ماه سوم دیگه کال مارجین شدیم رفت. پس مراقب این کانفیگ باشید. کانفیگ مثل تیغ جراحی هستش، مراقب باشید که دست خودتون رو باهاش نبرید. پس من اگر خواستم همچین کانفیگی رو داشته باشم میام این کامپاند بیسم رو روی مثلا عدد 500 میذارم، حالا با این عدد و عدد اوپن اوردرز 10 و با شرطی که خب نه بذارید قبل از این من یه دونه با همون حالت قبلی ولی با شرط این که فست اگزیت ما در واقع حالت روشن باشه با هم دیگه داشته باشیم ببینیم چی رو میبینیم. خب این بالا پایین هایی که ما کال نشدیم 2000 تا هم در نهایت شد مثلا جمعاً شد 16-17 هزار تا، یعنی 14,000 تا به ما سود داده، ولی درادان 71% رو تجربه کرده. خب این اصلا با عقل جور در نمیاد که ما هیچ وقت نباید همچی کاری بکنیم، ولی میخوام اینو بهتون بگم. خب این که شما ریسکی رو ببرید بالا، یعنی الان تو این شرایط پذیرش درادان 20% هم کافی نیست. چرا؟ چون ریسکتون خیلی بالاست. این عدد کامپاند بیس روی عدد 100 هستش. الان با همین شرایط خب فرض کنیم ما اینو کلا مثلا اینو هنوز بیاریم پایین تر بزنیم رو 5 میزان درادانی که میپذیریم رو. ببینید الان چه اتفاقی خواهد افتاد. تقریبا $123 سود کردیم با همون درادانی که روی 71.2 هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما از اون ور ریسک رو ببرید بالا، از این ور میزان درادان رو پایین در نظر بگیرید، یک چیز ضد و نقیض هستش. این دوتا با هم جور در نمیان. اگر قراره شما کامپاند بیستون یه عدد پایین باشه و ریسک رو ببرید بالا و به میزان همون سودم ببرید بالا، پس دیگه درادان 5% معنی نمیده که شما در ازای 5% درادان بخواید خروج بزنید. این خیلی پرتکرار میشه، همینجور که میبینید مرتب اینجا داره تکرار میشه و این اتفاق داره میفته. گزینه بعدی، پس من اینو میذارم روی همون 20 و اینجا کامپاند بیس هم رو میذارم روی 200 و شما تأثیر رو ببینید. تعداد تاچ شدن اون در واقع درادان خیلی کمتر شد، میزان رشد بیشتر شد و تقریبا با این شرایط حدود $46,000 سود برای ما ایجاد کرد در ازای 56% درادان. خب حالا همین رو انتقال میدیم روی
500 عدد 500 میذاریم کامپاند بیس رو. ببینید تعداد درادان های تاچ شده و تکرار شده خیلی کمتر شد و به تبع این میزان سودآوری ما هم البته کمتر شد و روی عدد همون 7000 تا است. تقریبا این دیفالتی هست که ما داریم. خب حالا بیایم با این عدد خب در واقع اگزیتمون رو خارج بشیم. ببینید یک زمانی وقتی که شما ریسک رو با بزرگ کردن عدد کامپاند بیستون کاهش میدید، خب یعنی میگید به جای اینکه در ازای 200 دلار یا 100 دلار یک صدم باز کنه، در ازای 500 دلار یک صدم باز کنه، به مراتب ریسکتون کاهش پیدا میکنه. تو این شرایط وقتی که همچین اتفاقی میفته، شما میتونید کلا اگزیت فستتون رو خاموش کنید، فقط توی یک شرایط حاد به صورت دستی بیاید روشن کنید اگر خیلی تو زیان فرو رفته باشید و از اون مرحله بگذرید با حالا پذیرش مقداری زیان و بعد دوباره ادامه بدید. خب اینجا ببینید اینجا کلا شما درادانی تاچ نمیشه، چون کلا موقعیت چیز شده. در واقع اینجا درادانتون خاموش بوده، اگزیت اضطراریتون خاموش بوده و همه نمودار به صورت صعودی بوده. این قسمت رو هم که میبینید به خاطر این هستش که یک جایی معامله هم بای باز شده و هم سل باز شده و در واقع این اتفاق به این شکل افتاده و این یک زمانی که معاملات مثلا بای ما تو زیان بوده، معاملات سل ما توی سود بسته شده و این شکل رو شما اینجا میبینید. خب پس تأثیر تغییرات رو من توی این ویدیو خدمتون عرض کردم. حالا فرض کنید ما میریم از کانفیگ هم بهتون بگم. ببینید وقتی که ما در واقع اوور سولدمون و اوور بوتمون رو طبق دیفالتی که وجود داره روی 70 و 30 در نظر گرفتیم، اینو توی ویدیو قبلی هم توصیه کردیم که پایین تر نیاره، مثلا 70 رو نذارین رو 65 و 30 رو بذارید رو 35. فرض کنید ما اینو میذاریم روی 75 و روی 25. یعنی چی؟ در واقع شرایط ورود به معامله رو سخت‌تر کردیم، با نگاه سختگیرانه‌ای داریم به این بازار نگاه میکنیم. حالا میایم و استارت میزنیم. ببینید از 7000 خورده‌ای روی 6000 تا سودآوری بود. میزان معاملات ما از 800 خورده‌ای رسید به 300 تا، یعنی 500 تا معامله. توی حالت قبلی ما 500 تا موقعیت معاملاتی اضافتر داشتیم که اینجا نداریمش. چرا نداریم؟ چون اومدیم با نگاه سختگیرانه این کار کردیم. حالا اگر اینو بذاریم روی در واقع 80 دیگه خیلی فکر میکنم تعداد معاملات به شدت پایین میاد. آره، هم میزان سود خیلی پایین اومد شد 2000 تا و هم میزان معاملات از 300 خورده مرحله قبلی شد 96 تا. خب اینو خواستم فقط تغییرات و اثر تغییرات رو بهتون بگم که شما چطور میتونید با ربات سختگیرانه برخورد کنید. نکته دیگه که وجود داره تو بحث تنظیمات ربات، خب در واقع جنس پرایس RSI هستش که گفتم توی ویدیو قبلی، گفتم فقط کلوز پرایس رو اجازه دارید و تیپیکال رو اجازه دارید استفاده کنید. خب ببینید با تیپیکال سودآوری خیلی بیشتری داده به ما، یعنی با شرط قبلی حالا با درادون 78% که کاملا یه چیز غیر منطقی هستش 102,000 دلار به ما سود داده. ولی این اتفاق خب نباید در واقعیت بیفته، ما همچین تنظیماتی نمی کنیم.
چرا؟ چون تقریبا نزدیک به 2 برابر بیشتر معامله باز کرده. در واقع شرایط تایپیکال ما باعث میشه که معاملات بیشتری باز بشه. خب و اگر قرار باشه که ما معاملات بیشتری رو باز کنیم، باید میزان حالا ریسکمون رو کاهش بدیم. الان من توی شرایط تایپیکال میام فست اگزیت رو روی ترو میذارم و دوباره استارت میکنم اینو. تعداد دفعاتی که در واقع گرادان ما تاچ شده بیشتر هست. توی اون حالت قبلی که 102,000 تا بود شد 23,000 تا سود. باز هم عدد خیلی خوبی هستش، ولی در عوض یعنی عدد فوق العاده هستش. گرادان ما رسید از 78 تا رسید به 38 تا، نزدیک به 40 تا کاهش پیدا کرد و این خیلی ارزشمند هستش. خب تعداد معاملات هم همچنان بالا. حالا فرض کنیم با همین شرایط من میام و برای تیپیکالم میام و عدد 500 کامپاوند بیس رو میذارم روی 1000. میبینید که به تب 5000 تا سوداوری، اکویتی ما رسید به 21%. ببینید درک مناسب داشتن از فعالیت ربات خیلی برای شما مهم هستش. یعنی من قصدم این بود که یک دوره آموزشی بذارم، به جای اینکه بازار فارکس رو بخوایم آموزش بدیم، استفاده از ربات ها رو آموزش بدیم. این استفاده از ربات ها چندین وجه داره. یکی بحث مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در استفاده از ربات ها هستش. یکی بحث روانشناسی کار هستش. خب ببینید این که شما بخواید یک درآمد دلاری نسبتا ثابت داشته باشید و بخواید از طریق ربات ها این کارو بکنید نسبتا ثابت، یعنی که شما توی یک رنج خاصی این رو دنبال کنید و داشته باشید. برای به دست آوردن یک درآمد ثابت نسبتا ثابت نیاز هستش که شما ریسکتون رو به شدت کاهش بدید. برای اینکه ریسکتون رو کاهش بدید باید دیدگاهتون رو در واقع نرمالایز کنید، برای اینکه پذیرش سود کم رو داشته باشید و انتظار یک شب پولدار شدن رو نداشته باشید. حالا توی یک سری ویدیوهای دیگه بحث مدیریت پول رو بیشتر خدمتون توضیح میدم که اگر خواستید مثلا ربات رو توی یک شرایط پر ریسکی قرار بدید، روی 200 دلار پر ریسک قرار بدید، در ازای مثلا 2000 دلار سرمایه که دارید برای این کار 200 دلار رو روی حالت پر ریسک قرار میدین که اگر از دست رفت کلا 20% سرمایه‌تون باشه و 1800 دلار دیگر رو شما میایین و روی یک حالت کاملا معقولانه و به دور از در واقع ریسک بالا و هیجانات این، چون اگر شما بالاتر از ریسکتون، بالاتر از حد پذیرشتون بیایید و تنظیمات ربات رو انجام بدید، قطعاً اذیت خواهید شد. با اولین معامله که بره تو زیان شما دست و پاتون میلرزه، استرس میگیرید و دوباره به خودتون اجازه نمیدید که به ربات اجازه بدید کارشو بکنه و میایین و دست توی کار ربات میکنید، پوزیشن رو میبندید جایی که نباید ببندید، خروج میکنید از معامله و در نهایت ممکنه فکر کنید که عملکرد ربات مناسب نیست. در صورتی که شما ابتداءً باید به یک شرایط ذهنی و روحی مناسب برسید تا بتونید از ربات استفاده کنید، بتونید ربات رو به عنوان یک ابزار به جای خودتون که قرار بشین پای چارت معامله کنید از ربات استفاده کنید. قرار نیست شما توی یک معاملاتی که دستی باز میکنید ربات مثلا ریسک کارتون رو ببرید 50% توی یک معامله 50%. خب این مگه میشه 50% معاملات رو 50% سرمایه رو توی یک معامله بخواین از دست بدین؟ چه اتفاقی براتون میفته؟ مطمئنا شما نمیپذیرید اون 50% رو و بازار اگه بر علیه شما عمل کنه میره به سمتی که 100% سرمایه شما رو از بین خواهد برد. این اتفاق تو ربات هم میفته به شرط اینکه یعنی اگر که شما
نتونید اون بعد روانی کار رو درک بکنید، قطعا اجازه نمیدید که ربات کار خودش رو انجام بده و میخواین از ربات یک بار مضاعفی بکشید که در ریسکش در پذیرش شما نیست و این نکته رو توجه داشته باشید. حالا امیدوارم بتونم سر فرصت یک ویدیو مخصوص همین تاپیک در واقع تولید کنم. این حالتهای مختلفی بود که در کل داشتیم برای ربات ها، برای کانفیگ این ربات ایمورتال. نکته دیگه باقی نمیمونه، مدل های مختلفی رو تست کردیم. شما هم مدل های مختلف رو ران کنید و بذارید روی چارت، اول به صورت دمو تست کنید، بعد به صورت ریل تست کنید. فقط این که میگن حالا با سرمایه کم شروع کنید، با سرمایه $200 و $500 فایده نداره، همون $1000 هم کم هستش. خب ولی که برای شروع مناسب هستش، برای اینکه شما یاد بگیرید چجوری اجازه بدید ربات کار خودش رو انجام بده و با چه تنظیماتی این کار رو انجام بدید. این بعدش میتونید افزایش سرمایه بدید، ولی تا زمانی که خودتون، چون در نهایت مسئولیت اکانت شما، مسئولیت سرمایه شما، مسئولیت استفاده از ابزارهایی مثل ربات به عهده خودتون هستش. شما با پذیرش این ربات ها رو دریافت میکنید از هر کجا، از هر سایتی، داخلی خارجی فرقی نمیکنه. مهم اینه که شما پذیرش کردین این موضوع رو. لذا اصلا با سرمایه‌تون ریسک نکنید. فکر نکنید با $200 میتونید مثلا تو یک ماه مثلا یک عدد خیلی گنده‌ای برسید. نه، $200 توی بازارهای فارکس حتی $500 هم خیلی سخت تبدیل میشه به $1000 و فقط نیاز به صبر داره. شما باید بتونید اجازه بدید که ربات یا امثال ربات کار خودشون رو انجام بدن و با یک ریسک معقول و مورد پذیرش که شما تو مسافرت باشید نگران نباشید. یعنی طوری باشه که وقتی ببینید مثلا فلان پوزیشن توی زیان بسته شده، بگید تو زیان بسته شد، با یک بی‌تفاوتی کامل از اون بگذرید و اگر سودی هم به شما داد دوباره با بی‌تفاوتی از کنار اون بگذرید. این فقط زمانی اتفاق میفته که شما در یک شرایط روی روانی خوب قرار داشته باشید و درک مناسبی از ربات رو داشته باشید. با اعدادی مثل $200 و $500 و حتی $1000 شما فقط میتونید بازار رو تست کنید، خودتون رو تست کنید و بعدش انشالله به یک روان معتدل و معقولی رسیدید و انشالله ربات رو با سرمایه بیشتری ادامه بدید با میزان ریسک خیلی کم. در کل دیفالتی که ما در نظر گرفتیم برای ربات چیزی هست که از نظر خودمون مورد پذیرش هست. من تمام حالتهای ممکن رو، تقریبا تمام حالتها رو بهتون توضیح دادم و شما میتونید به صورت دیفالت استفاده کنید یا تنظیمات رو تغییر بدید، ولی خواهش میکنم که تنظیمات رو به سمتی نبرید که ریسک کارتون رو بالا ببره. خب این ویدیو به اندازه کافی طولانی شده. این ویدیو بخش دوم بود ولی 2 از ویدیوهای اساسی هستش. گفتم هر آموزشی من میدم شاید جاهای دیگه شما اینو پیدا بکنید از دوستان و همکاران دیگه، کسای دیگه توی یوتیوب و آپارات ببینید، ولی که این ویدیو، این 2 ویدیو، این بخش دوم هست به همراه بخش اول، مربوط به تنظیمات خود ربات هستش. یک سری در واقع یونیک هستش دیگه. این هیچ کس نمیتونه این تنظیمات رو به این خوبی که من دارم برای شما توضیح میدم توضیح بده. چرا؟ چون که من نویسنده این ربات هستم. خب تا ویدیو بعدی همه شما رو به خدا میسپارم.